رأی موافق اکثریت جامعه جهانی با تشکیل کشور مستقل فلسطین در قالب یک قطعنامه غیر الزام‌آور مجمع عمومی سازمان ملل، آن هم در شرایطی که نزدیک به 2 سال است حتی هیچ یک از قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت هم نتوانسته جنایات رژیم صهیونیستی را بر ضد مردم غزه متوقف کند. و همچنان این رژیم مشغول حملات شدید به غزه، نسل‌کشی و قحطی ساختگی در این منطقه و همزمان پیشبرد طرح الحاق کرانه باختری است. حالا این قطعنامه که فرانسه و عربستان متن آن را 40 روز قبل در قالب بیانیه پرهیاهوی نیویورک مطرح کردند، به رژیم جنایتکار صهیونیستی توصیه می‌کند در کنار خود کشوری مستقل را به نام فلسطین بپذیرد و در غزه آتش‌بس برقرار کند تا در ازای آنها هم حماس را خلع اصلاح کنند و از حکومت غزه کنار بگذارند. اما رژیم صهیونیستی حتی همین حد را هم نپذیرفت و نماینده این رژیم این قطعنامه را نمایشی صحنه‌سازی شده توصیف کرد که قادر است فقط تیتر روزنامه ها را پر کند. نماینده آمریکا هم آن را یک نمایش تبلیغاتی بی‌موقع و گمراه کننده دانست. این در شرایطی است که همزمان با این جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش رسمی خود اعلام کرد حملات سنگین رژیم صهیونیستی به بقایای ساختمان‌های مسکونی و چادرهای آوارگان و کشتار غیر نظامیان در غزه ادامه دارد. طی این 24 ساعت دست کم 11,000 نفر به اجبار از شمال غزه به سمت جنوب آن کوچ کردند. در این شرایط امدادرسانی به این مردم به علت حملات اسرائیل بسیار خطرناک است. در این حال به گزارش یونیسف فقط در 2 ماه گذشته بیشتر از 10,000 کودک در غزه به سوء تغذیه حاد مبتلا شده‌اند و اگر به زودی به آنها رسیدگی نشود دست کم 1/4 آنها از گرسنگی می‌میرند. سازمان ملل در گزارشی جدید اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تاکنون در غزه در مجموع نزدیک به 250 خبرنگار را به قتل رسانده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.